رفقا سلام، امیدوارم که حالتون دلی خوب باشه و در مسیر آرزوهاتون قدم بردارید. صدای منو میشنوید از رادیو شهر موفقیت و امیدوارم بعد از شنیدن این پادکست توسط شما تونسته باشم اثر حتی کمی در زندگیتون داشته باشم. همه ما شنیدیم که وقتی یک هدفی رو داشته باشیم و بخوایم از نقطه A به نقطه B برسیم، بهمون میگن از افرادی تقلید کن که قبل از تو این مسیر رو طی کرده باشن. اول برو از گفتارشون تقلید کن، بعد از حرکاتشون تقلید کن و بعد از لایف استایلشون تقلید کن الی آخر. پس اولین نکته‌ای که وجود داره اینه که اگر ما بخوایم از نقطه A به نقطه B برسیم، باید گفتارمون همانند گفتار افراد بزرگی باشه که قبل از ما این مسیر رو طی کردن. امروز میخوام بهتون 4 عاملی رو معرفی کنم که باعث میشه تا گفتار ما به گفتار افراد بزرگ شباهت پیدا کنه. اولین عاملی که وجود داره اینه که زمانی که تو میخوای از احوالات خودت به دیگران بگی، باید همیشه از کلمات و عبارات مثبت و شادی بخش استفاده کنی. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ازت میپرسن حالت خوبه، اگر تو بگی نه حالم زیاد خوب نیست، امروز خیلی روز بدیه، اصلا خستم، انرژی ندارم، ای کاش الان اصلا جمعه بود، این چه وضعشه، اگر همچین کلماتی رو استفاده کنی باعث ایجاد فرکانس منفی توی زندگیت میشه و کلا اون انرژی رو در طول روز برات کاهش میده. اما اگر از کلمات مثبت استفاده کنی، یعنی اگر ازت پرسیدن که حالت چطوره، بگی خیلی خوبم، پرقدرت، محکم، پر انرژی، امروز روز منه. اگر از این دست از کلمات استفاده کنی، انرژی تو افزایش پیدا میکنه، باعث میشه در فرکانس مثبت قرار بگیری و بتونی هر چه سریعتر به اهدافی که داری دست پیدا کنی. این اتفاق به تدریج و به مرور زمان برای تو ایجاد میشه و احساس بزرگ بودن و پیروزمندانه بودن رو درک میکنی. اینم بهت باید بگم رفیق که اگر توی آشناها، توی فامیل، توی دوستات به عنوان یک فرد بد اخلاق، بد غذای، نمیدونم بد برخورد، هر مدلی که بدش باشه شناخته میشی، باید از این به بعد سعی کنی که توی همون جمع ها به عنوان فردی شناخته بشی که کلی انرژی داره. یعنی شهرت تو باید شهرتت این باشه که من یک فرد پر انرژی هستم بین بقیه دوستانم. نکته دوم که وجود داره اینه که شما باید برای توصیف دیگران هم از کلمات و عبارات مثبت استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی زمانی که یک دوستی میاد پیش شما و از دوست سوم شما داره صحبت میکنه، شما باید یک سری قالب‌های کلامی آماده‌ای رو داشته باشید تا از اون شخصی که دارید راجبش صحبت میکنید بتونید استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک سری قالب‌ها رو باید داشته باشید، مثل این که فلانی آدم خیلی شریفیه، فلانی کارش درسته، فلانی همیشه پیروز بوده. اگر این قالب‌ها رو آماده کنید و در صحبت با دیگران که دارید راجع به شخص سومی صحبت می‌کنید استفاده بکنید، این کلمات به گوش اون شخص سوم میرسه و اون شخص سوم خودشو از شما میدونه. ولی عکس این ماجرا هم صادقه. اگر از کلمات و عبارات توهین آمیز و تحقیرآمیز استفاده کنی، اثر معکوس میذاره. پس حواست باشه که خودتو پیش بقیه بی‌اعتبار نکنی. نکته سومی که وجود داره اینه که شما باید با یک لحن خیلی خوب، یک لحن خیلی آروم بتونید به دیگران دلگرمی بدید. در هر موقعیتی که پیش میاد شما باید از دیگران تعریف کنید. معنی این یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر شما میرید
اداره کارمند هستید، هر روز دوستانتون رو نگاه میکنید، اصلا هر روز میرید و با یک جمعی برخورد دارید. هر فرصتی که پیش میاد شما باید از بقیه و از دوستانتون تعریف کنید. تعریف کردن عزیزان، دوستان، تعریف کردن از دیگران سن و سال نمیشناسه. چه از بچه 5 ساله شما تعریف کنید خوشش میاد، چه آدم 80 ساله. پس از تعریف کردن دریغ نکنید. یه نکته خیلی مهمه میخوام بهت بگم. تعریفی که از ته قلبت باشه، از اعماق وجودت باشه، عامل کسب موفقیتت میشه. یه بار دیگه میگم، تعریفی که از ته قلبت باشه، از اعماق وجودت باشه، باعث کسب موفقیتت میشه. پس از تعریف کردن به هیچ عنوان دریغ نکن. تو میتونی هر روز، هر لحظه از رفتار دیگران تعریف کنی، از گفتارشون، از کردارشون، حتی از نوشتارشون، از خطشون میتونی تعریف کنی، از موفقیت هایی که به دست آوردن میتونی تعریف کنی. و نکته آخری که وجود داره اینه که شما باید برای توضیح طرح‌ها و صحبت‌هایی که با دیگران می‌خواید انجام بدید از کلمات مثبت استفاده کنید. مثلا اگر جملتون رو با این جمله شروع کنید که امروز یه خبر خیلی خوبی دارم واسط، امروز روز توئه، اگر این خبر رو بشنوی حتما خوشحال میشی، این باعث میشه که تو ذهن طرف مقابل یه جرقه ذهنی ایجاد بشه و هورمون‌های شادی بخش توی بدنه شروع به ترشح بکنن و احساس خوبی داشته باشه. اما اگر بخواید از کلمات منفی استفاده بکنید، باعث میشه تا احساس تلخی در فرد مقابل به وجود بیاد و احساساتش سرکوب بشه. پس خیلی باید حواستون به این نکته و به این موضوع باشه که از کلمات خوب و مثبت استفاده کنید. من محمد حسین رسولی هستم و از خدا میخوام که دل همتون آروم باشه و جیب همتون پرپول و امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید.